سلام بچه‌ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ ببخشید که خیلی کم فعالیت داشتیم و ویدیو جدیدتون میخواست بیاد بیرون، یه کوچولو طول کشید. یه کوچولو سرما خورده بودم و نتونستم که براتون ویدیو بزنم. اما میخواستم چی میخواستم باهاتون صحبت کنم که ولی خب این ویدیو گذاشتم 200 بازدید گرفته. از اون 200 تا 2 تا لایک گرفته، یه دونه کامنت گرفته. یعنی 200 نفر دیگه خوششون اومده ولی 200 نفر لایک نکرد. بد شد. درسته شما از این ویدیو میگذارید، لایک نمی‌کنید، سابسکرایب نمی‌کنید و شاید بعضی وقتا براتون ویدیو مسخره باشه. درسته من یا بیام از این برنامه‌ها میتونم ویدیو بگیرم. بچه‌ها گوشیم باگ داره به خاطر واقعا که بعضی تو کامنت می‌نویسن بازی کوچولو ضعیفه. یعنی می‌نویسن بازی بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا بده. بچه گوشیم باگ می‌گیره و تیم می‌زنه و تشکیل نمی‌تونم کار انجام بدم. برای همین با بعضی وقتا بچه‌ها می‌خواستم بگم که این ویدیویی که من دارم می‌ذارم شاید 50 دقیقه 100 طول بکشه آپلود بشه. نتمو می‌گیره، فلان میشه، بهمان میشه و وقت زیادی می‌خوره. 20 بار این ویدیو قطع کنید. بچه‌ها واقعا ویدیو گذاشتن کار آسونی نیست. پس تویی که داری ویدیو می‌بینی خواهشاً لایک و سابسکرایب یادت نکنید. که بریم سراغ اتچ. یه اتچ داریم برای شاتگان HS. این اتچ بسیار اتچ خفنیه که اتچش رو ببینید. یه دیگه همون مکس میکنم که اتچش رو بتونیم نگاه. این یه دونه از این اتچ‌هایی که حالا دیدینش و خوشتون اومد. اتچ بعدی اتچ دیو که واقعا اتچ خفنیه. یعنی میگه که اصلا اتچ دیوش واقعا گرده. بعدی فکر کنم توی بطل باشه، چون که الان نمی‌تونم چی بطل هم برای احتیاجمون میشه. بچه آتش 117 که بهتون داده بودم، این آتش تاپ 63 هست که بهتون به عنوان استرانش استفاده کنید که میکشه، واقعا پاره میکنه همه رو. این آتششه، آتش واقعا دیگه اتچ بیشتر از این اتچاش بود. تا ویدیو بعدی خود رو نگهدار. اتچاش هم که بهتون نشون دادم دیگه. تا من بخوام بیام اینو تمومش کنم. بچه خداحافظ.